درود به همه دوستان. من امروز متوجه شدم که مداد رنگی که واسه بچه خریدم رفته تو پاچم. بعد حالا مشکلش چیه؟ شما هم شاید بهش برخورد کرده باشین. ببینید این لبه هاش با هر تراش خوبی هم حتی تراش کنی این لبه هاش میریزه. بعد مغزی هم که خب نرمه میشکنه، خورد میشه پایین. بعد اون استحکام و اون حمایتی که این چوب یا پلاستیک باید داشته باشه نداره از مغزی داخلش. به خاطر همین مدادا خیلی به درد نخور شدن. بعد من الان به این فکر کردم که کارخونه چجوری تراش میکنه که این انقدر خوشگل میشه که ما میریم میخریم میگیم چقدر خوبه، به به چه. بعد میایم با تراش میکنیم میبینیم تراش نمیشه. ای بابا، کارخونه چجوری تراش میکنه؟ یه دستگاه خاصی داره. کارخونه‌شو من دیدم، یه دستگاه کوچیک خونگی میسازم، بعد ویدیوشو تو کانالم میذارم، برید نگاه